در پی بارشات شدید سه روزه اخیر در تاجیکستان در برخی از مناطق کشور خسارات ثبت شده است. نصف روزه سه‌شنبه 13 مارس باران زیاد و سیلاب‌ها باعث تخریب یکی از کوچه‌ها در محله چشمه‌سوری ناحیه سینوی شهر دوشنبه شده. برخی از قسمت‌های دو حوله مسکونی در این محله ویران گردید. مسئولان این نهاد توانستند تا شام دیروز حرکت در این راه دوباره برقرار کنند. در این باره روز 14 مارس به رادیو آزادی امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی تاجیکستان خبر داد. همزمان به گفته وی بعد از ظهر 13 مارس در ناحیه شهر نو سیلاب‌ها باعث کورنشایم شدن خطه‌های کشاورزی شده. مقامات محلی برای مشخص کردن مقدار خسارات کمیسیون حکومتی تأسیس داده است. از سوی دیگر 13 مارس در پی فرآمدن ترمه‌ها در ناحیه‌های روشان و شغنان ولایت بدخشان کوهی برای مدت حرکت نقلیات در راه ماشینگردی خاروق مرغاب متوقف شده است. دلیر میرگانov سخنگوی شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه ماشینگردی دوشنبه چنوق 14 مارس به رادیو آزادی گفت که در قطعه 56 تا 71 این جاده چند عدد ترمه بزرگ حرکت واسطه‌های نقلیاتی در این مسیر را مسدود کردند. در همین حال جمیله بایدولوی و مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که باران شدید روزی 14 و 15 مارس ادامه یافته. سپس برای چند روز هوای آفتابی در تاجیکستان حکم فرما خواهد شد.